خب حالا این خطها و این زاپاس هایی که اعمال کردم با گچ کشیدم رو دقیقاً روی همین خطها رو قیچی میکنم. اما قبل از اینکه قیچی کنم این نکته رو هم بگم که پارچه زمانی که الگو رو روی پارچه قرار میدیم حتما پشت پارچه به سمت خودمون باشه و روی پارچه و روی خوب پارچه داخل باشه. در اینجا پارچه طوری است که روی خوب و بدش معلوم نیست. خوب و بد یعنی چی؟ یعنی اینجا قسمت جلو و روی پارچه هست، اینجا پشت پارچه هست، قسمت داخلی لباس قرار میگیره. اینجا قسمت بیرونی لباسه. قسمت پشت لباس، پشت پارچه به سمت خودم باشه. حالا این خطوط رو قیچی میکنم. حالا زمانی که میخوام خط پهلو رو قیچی کنم، اول خط پایین پای دامن رو قیچی کردم و این رو به داخل تاب میکنم. دلیلش هم برات میگم، چون که یک مقداری اریب هست، الگو اریبه، زاپاس رو تا میکنم که این حالت اریب رو هم در قسمت زاپاس داشته باشیم. قسمت زاپاس رو تا میزنم و بعد این قسمت رو قیچی میکنم. این قسمت یک مقدار حرارت اریب میگیره. حالا همین در قسمت جلو هم همین کار رو انجام میدم. پهلو رو تا بالا دیگه به صورت مستقیم روی گچی که کشیدم برش میزنم. خب حالا خط سیبی رو هم، خط زاپاسی که کشیدم دقیقاً کنار الگو برش میزنم، چون اینجا زاپاس هست. حالا پهلوی جلو حالا که تیکه های دامن رو برش زدم، باید یک سری چرت های روی پارچه لحاظ بکنم. چرت به برش های کوچیکی که روی زاپاس پارچه قرار میدیم چرت گفته میشه. اولین چرت رو قسمت سیبی، همین خط ادامه پیدا کنه قسمت سیبی میشه. چرت میزنم که بدونید اینجا 3 سانتی متر تا میشه برای زاپاس قسمت سیبی و دوخت میشه. قسمت خط پاسم رو هم به عرض 0.5 سانتی متر چرت میزنم. چرت بعدی رو روی قسمت پنس میزنم. وسطش رو هم مشخص میکنم
بعدا این تیکه ها روی هم قرار میگیره و دوخت میشه. قسمت خطی که زیپ رو باید سیبی که باید زیپ بهش دوخته بشه هم چرت میزنم. چرت بعدی خط باسن بزرگ از سمت پهلو هست. در قسمت مقابلش هم چرت میزنم در سمت جلو. خط زاپاس پهلو رو هم چرت میزنم که 2 سانتیمتر بود. در قسمت روبرو هم همینطور 3 سانتیمتر رو هم چرت میزنم. بد نیست که این قسمت رو هم چرت بزنیم که این 3 سانتیمتر تا میشه و پای دامن هست. در قسمت روبروش رو هم چرت میزنم. حالا پنس هایی که در قسمت جلو هست اون رو هم چرت میزنم. پنس ها رو وسطش رو هم مشخص میکنم. پهلو رو هم زاپاسی که داره در قسمت کمر چرت میزنم و چرت ها تموم شد. این چرت ها راهنما هستند که بعدا در حین دوخت من این چرت ها رو باید کنار هم قرار بدم. دقیقاً باید کنار هم باشه تمامی چرت ها و دوخت راحت تر میشه با این علامت گذاری ها. الگو رو از روی پارچه جدا نمی کنم. باید آسری رو هم برش بزنم. اول آسری رو برش میزنم، بعد اگر خواستیم الگو رو جدا میکنیم از روی پارچه. الان جداش نمی کنم. خب پارچه رو دامن رو روی آستری انداختم. آستری هم دقیقا مثل دامن دلا باید باشه و قسمت سیبی رو روی دلای باز قرار میدم. قسمت جلو رو الگوی جلو رو روی دلای بسته دقیقا همونطوری که دامن برش خورده روی دلای بسته و دیگه احتیاجی به زاپاس نیست. نیازی نیست زاپاس قرار بدم. دقیقاً برابر خود دامن برش میزنم. آسری رو دقیقاً از همین خط ها برش میزنم. چند تا وزنه روش میگذارم که فیکس باشه. این هم از آستری دامن که برابر خود دامن برش خورد. خب دیگه کاری به اینا نداریم. تکارش رو تا میزنم و کنار میذارم.
اینها رو کنار میذارم. حالا میرسیم به کمری دامن. الان باید کمری دامن رو قرش بزنم. از همون تیکه‌ای که از دامن موند، از پارچه دامن موند استفاده میکنم. این تیکه اضافهش رو جدا کنم. خب حالا پارچه رو باز میکنم و به اندازه 1/2 دور کمر، 1/2 دور کمر هر اندازه‌ای که بود به علاوه 4 سانتیمتر تا میزنم. که در اینجا 1/2 دور کمر 40 سانتیمتر، دور کمر 80 سانتیمتر، 1/2 میشه 40 سانتیمتر. 40 سانتیمتر به علاوه 4 سانتیمتر میشه 44 سانتیمتر. باید 44 سانتیمتر تا بخوره، یک مقداری بیشتره. و 4 سانتیمتر. خب این برای کمری دامن هست که عرضش باید به اندازه روی دولا، نگاه کنید روی دولا اندازه میزنم 1/2 دور کمر باشه به علاوه 4 سانتیمتر و پهناش هم بلندای کمری رو هر اندازه‌ای که میخوای. در اینجا 8 سانتیمتر میخواد، 4 سانتیمتر میخواد پهنای کمری باشه، 2 برابرش میشه 8 سانتیمتر. زمانی که باز بشه کمری 8 سانتیمتر به علاوه 2 سانت زاپاس که میشه 10 سانتیمتر. چون در اینجا یک مقدار پارچه سرکجی داره، اینجاها از این طرف پارچه که خطوطش راست‌تر هست استفاده میکنم. به اندازه‌ای که تا شد 1/2 دور کمر که شد 44 سانت با گچ علامت میزنم که اگر 1 سانت هم بیشتر شد ایرادی نداره، زاپاس دوخت در نظر میگیریم. خب حالا یک خط با خطکش، یک خط راست لبه خطکش رو روی دولای بسته پارچه قرار میدم. باعث میشه خطکش من راست و مستقیم باشه و یک حالت قائمه داشته باشه. اینجا یک خطی رو میکشم، حالا به اندازه‌ای که میخوایم بلندی کمری باشه که برات توضیح دادم 4 سانت باشه که 2 برابرش میشه 8 سانتیمتر. چون در اینجا باید تا بشه کمری باید اینطور حالتی داشته باشه. من میخوام 4 سانتیمتر پهنای کمری باشه، 1 سانتیمتر هم دم دوخت میشه 5 سانتیمتر. 5 سانتیمتر رو 2 برابر کنید میشه 10 سانتیمتر. پس 10 سانتیمتر علامت میزنم. از این خطی که کشیدم علامت میزنم. در این سمت هم همینطور 10 سانتیمتر. حالا با استفاده از خطکش این علامت ها رو به هم وصل میکنم و قیچیش میکنم دیگه.
این هم از کمری دامن که دقیقاً مثل خود همین رو براش لایی میبرم. الان لایی رو تا میکنم و مثل خودش برش میزنم. این از کمر دامن. دقت کن که حتما لایی هم دولا باشه. کمر دامن رو روش قرار میدم، هر اندازه که لازم بود تا میزنم. و دور تا دورش رو برش میزنم. دو تا وزنه میزنم که فیکس باشه. این یک مدل کمری هست که بهت آموزش میدم و دوختش رو برات میگم. مدل های دیگه کمری رو در ویدیوهای بعدی و در آموزش های بعدی هم نشونت میدم. این یه مدله. خب برشکاری ما تموم شد. این هم از کمری و لایی که برای کمری برش زدم. این هم تکه های الگو و دامن. حالا دیگه میریم به سمت دوخت.